از قدیم آجور یه بحثی بود که ما در بودجه شفافیت نداریم. یعنی در همون خود سازمانم کسی نمیدونه الان بودجه تراز خاص بشه چیه. مطلع باشید که ما قانونی نداریم که جدول بودجه رو مشخص کنه که چند تا جدول چیا مثلا باید داخلش درج بشه و اینا. که این به نظرم یه ایراد جدی. من نخوام مثلا حتما تو بدونی، میخوام یه تصمیم میگیرم تو فایلش باشه. یه موضوعی از قبل مطرح بود که یکی از در واقع حالا توضیح من خدمت دوستان بگم، یکی از معیارهایی که میگن یک بودجه مطلوبی هست شفافیته. میگن بودجه باید شفاف باشه. حتی شرطهای دیگه هم داره، یکیش این بحث شفافیت. از قدیم آجور یه بحثی بود که ما در بودجه شفافیت نداریم. یعنی دولت یه جاهایی خلاصه یه قلمایی رو خلاصه خیلی کلی میده که بعداً مثلا مجلس هم نتونه خیلی پیگیری بکنه. یا مثلا فرض بکنید که اصلا یه سری از ارقام خیلی بزرگ تو جداول نمیاد، مثلا ربط پیدا میکنه به یه تو اون قسمت احکام و تبصره هایی که در واقع میاد میره اونجا و این اصلا خوب نیست. چقدر اساسا ما بودجهمون شفاف هست؟ و از اون مهمتر سازمان برنامه بودجه فعلی کشور یعنی مستقر کشور سال گذشته که بودجه رو به مجلس دادن، یکی از ادعاهایی که مطرح شد این بود که آقا ما شفافیت بودجه رو بردیم بالا. مثلا فرض بکنید که اون رقم یارانه ها رو اینها رو مثلا آوردیم توی جداول. یا یه کار دیگه، اصلا ما همیشه میگفتیم سهم صندوق توسعه ملی، میدونید دیگه، حالا اینم با جهت توضیح برای دوستان، از نفتی که فروش میره 1% رو در واقع میره تو صندوق توسعه ملی، اونجا در واقع انباشت میشه. یه فلسفه خیلی مترقی هم داره، میگن آقا این پولی که از نفت ما داریم که فقط متعلق به نسل ما که نیست، که متعلق به نسل‌های مختلفه. پس بعد بره اونجا سرمایه گذاری بشه که مثلا فرزندان ما که به دنیا نیامدن هم از این بهره مند بشن. داریم میریزیم اونجا میریم هر جایی. حالا اون دعوای بعدیشه. یه پله اضافه شد. الان دولت در واقع فعلی، دولت 14ام، حرفش اینه که من نیومدم مثل دولت‌های قبل بگم سهم مثلا صندوق 48% از نفت، قبلا اینطور بود دیگه 48% بود اگه اشتباه نکنم، و بعد وسط سال میرفتن مجوز میگرفتن از آقا که آقا من دست بکنم بردارم از صندوق. گفتن همون روز اول راست حسینی اومدم گفتم که آقا من کسری بودجه دارم، این 48 رو بکن 20، و از همون اول 28% رو برداشتم تو بودجه‌ام شفاف آوردم. آیا آقای دکتر این کار واقعا مصداق شفافیت هست یا نه؟ اون بحث یارانه ها هست یا نه؟ و اساسا بودجه چقدر شفاف شده؟ آیا بازم جا داره شفافتر بشه؟ به انتهاش رسیدین یا نه؟ توضیح بدید ممنون میشم. بودجه را آقای معماری به نظر شما که بدید چند نفر در سازمان تهش نهایی میکردن؟ همه این فرآیند رو من برای دوستان توضیح دادم، اون سی پی ام هم که در بودجه داریم توضیح دادم. چند نفر به نظر خود شما کلانش در جریان بودن جمع بندی میکردن؟ یه عددی خودتون چون سالها با دولت سر کله زدید دیگه خیلی به نظرم کم بود. مثلا یه عدد الان برای 404 بگی 10 نفر، آفرین، ماکسیمم 10 نفر. ببین من یه معاونی داشتم حوزه جاری، معاون داشتم حوزه عمرانی، همه حرفا می اومد مینشست بحث می‌کرد. اینا بنده بودم با تیم سازمان، مثلا در دوره من و رئیس سازمان بودیم، حالا بعضی دوره یه معاون این وسط یا یک دو تا معاونا یا بقیه هم بودن. این جمعیت در بیت حالا 10 نفره. در همون خود سازمانم کسی نمیدونه الان بودجه تراز خاص بشه چیه. در اون نقطه که داریم تصمیم میگیریم رشد عمرانی رو مثلا می‌خوایم چیکار کنیم بقیه. سمت مجلس هم همینه دیگه. آفرین. حالا می‌خواستم بعدیش بگم که شما 10 نفرام شما چیزتری داره، شما صاحب نظرترید در این موضوع و دیتای شما دقیق‌تره که اونورم یه رئیس تلفیق با یکی دو تا نماینده اصلیه، رئیس مجلس باز خودش که نیست یه نماینده‌شه، چون من با اینا بستم دیگه، با هم نهایی می‌کنید. چرا 10 20 نفر؟ حالا آقای دکتر برنامه رو نوشتیم، چاپ کردیم، گفتیم قرار بودجه با اون تنظیم شه، چی بشه 10 15 20 نفر میتونن. پس شاخص شفافیت حتی و واقعا یکی از گلگی‌های سازمان بود. مثلا آقای دکتر من بیام سطح شفافیت تا چه حد پایین بود، من روز اول دیدم حتی کارشناس فایل خب معلومه برای قدرتش دستش بود دیگه. خب یه مکانیزمی قبلا تجربه کرده، آیتی رو صدا زدم اومد، گفتم که این فضای دسکتاپ و شخصی رو و اتصالش با سازمانی رو ببندی. گفت اینجوری فایل داره اینا. گفتم تو نباش، من یه 24 ساعت بهش وقت میدم. گفت کمه؟ گفتم 2 روز 48 ساعت وقت. گفتم ببینید گروه به گروه وقتی تو حوزه جاری همه باید فایلش داشته باشن.
یعنی شخص نمیداد. به اون خاطرم باید فول وای میتونم. گفتم شاید تو نباشی، نه نخوام، شاید توی موضوعی مثلا در حوزه مثلا من نخوام مثلا حتما تو بدونی، میخوام یه تصمیم میگیرم تو فایلش باشه، اینجا باشه. یعنی همین یه چیز خیلی ساده فنی ها که آقا این حوزه این موضوع به این همه معاونا باید بدونن، کلان بودجه همه باید بدونن. فقط مثلا معاون تلفیق من نباید میدونست که کلان بودجه چیه، درآمدا چیه. این در همین حد فرهنگ سازمانی. حالا شما ببینید چه ما یه ستاپی بالا آوردیم که چون حوزه ما نبود و یه ملاحظات وجود، بودجه شهروندی که مردم بدونن چقدر از مالیات سهم دارن. آیدی تو اینا یه تنظیمات خیلی اولی کاری هم نداره. فقط من دیتایی که اکسلایی که داشتم در داشبوردی که بچه‌ها مثلا یه تیمی از بیرونم اتفاقا ایزان بودن اومدن کمک کردن آماده هم داشتم، در این داشبورد اجازه میدادم این تغذیه میشد، مردم این ترندار داشته باشه. این عبارت اولین حق شهروندی ماست که سال دیگه بودجه چقدر خرج میکنه، چقدر از جیب ماست. حالا جیب الانمونه که مالیاتی که رو پیشمون داریم چی ارزش افزوده داره میدیم و جیب آتیمونه. لذا دکتر تو جنبندی تجارب جهانی که من خیلی روی این موضوع فکر کردم، چون اصلاح ساختاری از 97 درگیر بودم، نگاه کردم و اون اقتصاد سیاسی پیچیده‌ای که پشت بودجه است، مهمترین ابزاری که کمک میکنه اگر یه تیم اکسپرتی این کاره و پشتوانه خوبی، اگر این بضاعت وجود داشته باشه، حمایت وجود داشته باشه، بازم نمیتونیم این کارو جمع کنیم. نیاز به شفافیت و مطالبه و درگیری حداقل خبره‌ها در مرحله اول داره، کارشناسا داره و غیره. ببخشید. خیلی ممنون آقای دکتر. این تجربه‌ای که دوستان داشتن، یکی از تجربه‌های به نظر من قشنگ شفافیت بود در دولت 13 که در واقع این قضیه حقوق دستمزد خیلی شفاف از قسمت ابتدایی که دستگاه در واقع اعلام میکنه که مثلا چقدر باید حقوق داده بشه و اینها، این کامل میرفت سازمان اداری استخدام، از سازمان اداری استخدام میرفت برنامه بودجه و بعدم به خزانه و پول در واقع به ذینفع نهایی پرداخت میشد. سازمانایی که گلوبال مثلا پول رو اعلام میکردن در حساباشون بعضن رسوب میکردید، اونا هم خب دیگه مال خودشون پس نمیدادن. این کاری که انجام شد خیلی در واقع کمک کرد. فکر کنم به نقدینگی هم خیلی جدی کمک بزنم آقای دکتر. ببین این باشگاه خیلی به سختی فشار آورده بود و میمنور زده بود، اعزام داشت، با این امورش اومد پیش من که آقا مثلا میگم این ما اعزام داریم، پول شما ندید. خب تلاشمون نقطه‌های بحرانی و مهمی که دولت وعده داده و مهمه برای شخص رئیس جمهور تعیین مالی کنه. صدا زدم بیاید ببین چقدر پول دادی، به امورش گفتم من که به تو بیشترین سقفونو رو آموزش پرورش میدادم. خب این نباید عددش صفر باشه. صداش زدم گفت آره این 2 تا کارمند داره، مثلا 2 تا کارمند میشه 10% بودجهش. ببینید شاخص یعنی چی؟ یعنی چون این کارمند کم داره، مدال طلای المپیک نسل اساره نسل ماست دیگه، نه که میرن المپیاد طلا میان. این 100 اینه بدید که امورش شروع کرد، نه الان تو 100 اینه میدی، این الان آموزش پرورش با 1.5 میلیون معلم با اینقدر چیز اینه، این روش مثلا رو 60 تو میخواین 100 اینه بدی. که بعد همکارم گفت با 100 بذار 7 ماهه رو بدیم، مثلا اگه 1 میلیارد گرفته 7 ماهش میشه 40 میلیارد، به 39 تا دیگه بدیم 40ش تموم شه. اینا اصطلاحای ما مثلا 100 بدی 50 بدی، اینا با اینا تراز میکنه و با اون من میفهمیدم یه دستگاه رو ما اذیت کردیم عقب جلو چجوری. این یکی از آقای دکتر چالشایی هست که وجود داره. این به نظرم خیلی از مثالای این شکلی رو میتونه اون شفافیت رو حل کنه. من چند تا عنوان میتونم عنوانی برای شفافیت بگم، الان یادداشت کردم. یکیش شفافیت ثبات تعریفه. آقای چایانی گفتن بین صحبتشون. یعنی چی؟ یعنی این جداول بودجه تعاریفی که ما به چی میگیم عمرانی، به چی میگیم اعتبارات مثلا تملکدار سرمایه‌ای، به چی میگیم نفت. همین جالبه ها، نفت تعریفش که مشخص نفت دیگه، ولی ممکنه بین سالهای مختلف این رقم مندرج در نفت بنا به موضوع فرق کنه. به چی میگیم مثلا واگذاری، به چی میگیم در واقع مثلا فروش شرکت و اینا. خب و جداولمون چه شکلی باشه. حالا احتمالا مطلع نیستید ولی مطلع باشید که ما قانونی نداریم که جداول بودجه رو مشخص کنه که چند تا جدول چیا مثلا باید داخلش درج بشه و اینا. تیم به نظرم یه ایراد جدیه. خب البته نظام حقوقی ما این اجازه رو هم خیلی نمیده. میدونید چرا؟ چون بودجه همیشه قانون مؤخره. اگر تو قانون مثلا فرض کنید برنامه بودجه شما بنویسید بودجه باید این گونه باشد، بعد مجلس قانون مؤخر رو جور دیگه ای تصویب کنه، اتفاقی نمیافته، چون قانون مؤخر قانون قبلی خودش رو اصلاح میکنه. یکی از دلایلی که اصلاح تو بودجه سختم همینه، چون بودجه قانونه و قانون قبلی خودش رو اصلاح میکنه. لذا ما تو مجمع که جلسات خدمت بزرگواران بودیم اصرار میکردیم که شما اینجا سیاست‌های کلی بودجه رو اگر میخواید بنویسید خیلی محکم بنویسید، یه جایی محکم وایسید. چرا؟ چون تو قانون دائمی نمیشه اصلاح کرد، اصلا واقعا نمیشه مگر یه توافق سیاسی باشه. خارج از توافق سیاسی نظام حقوقی خیلی انگار اجازهشو نمیده. پس شفافیت یکی ثبات تعریفه. تعریف تراز عملیاتی، تراز سرمایه‌ای شاید باورتون نشه ولی به عنوان یک پژوهشگری که
حالا تو کارهای دانشگاهی نیاز به سری زمانی های بودجه داریم. یکی از پروژه‌های بزرگی که همچنان موفق نشدیم انجام بدیم اینه که یه سری زمانی از کسری بودجه در بیاریم که طبق یک تعریف مشخص باشه. دلیلش هم اینه که خب تعاریف تفاوت میکنه دیگه. حالا برخیش وابسته به سلایق مثلا دولت‌های مستقر، بعضیش وابسته به مثلا وضعیت کشور، مثلا این ردیف به اون ردیف منتقل میشه، اون ردیف به این ردیف. مثلا داریم اگر یه 7-8 سال برگردید عقب، توی یه سری سالها استقراض از صندوق استقراض خورده، توی یه سری سالها توی منابع نفت نشسته. خب همین تغییری که آزیشون امسال دادن دیگه، مثلا اون 48% شد 20%، احتمالاً سری زمانی رو به هم میزنه دیگه. شما قبلا این رو به عنوان در واقع کسری بودجه محسوب می‌کردید، الان دیگه کسری بودجه نیست، به قانون یعنی مستقیم میتونید بردارید. البته این توی مالی ثبت شد، یعنی جزء استقراض دولت از صندوق اومد، یعنی استقراضا رو با هم جمع کنیم. بله. ولی ما داشتیم سالهایی که این رو سه دولت قبل بود فکر کنم. چیه؟ اون موقع تو در هر حالت مالی ثبت میشه، خب چون استقراض دو تا شد. اونجا شما براش خرج نمیذاشتی، میرفتی پول عمرانی که پولت کم بود که به کسری خورده بودی میدادی. اینجا براش هزینه گذاشتی، اینجا همزمان هزینه گذاشتی، کار قبلیت هم میکردی و بعد رفتی تو سال خب حالا خوردی به اون کسری که پارسال خوردی، گفتی پس بقیه‌اش هم بده. فرقش این شد، اینجوری شکست داشت. ولی تو مالی ثبت سال 98 99 اگر چک کنید من مطمئن نیستم توی نقد ثبت شده مثلا. بله. همین الان هم آقای تو بعضی مثلا 402 خودم بودم دیگه، خزانه یه سریه بارشو میکرد تو نفت میذاش، یه بارش بگیم چه کاری داریم. دقیقاً من نکتم همین. خب پس این در واقع ثبات تعریفی خیلی مهمه. این در واقع به نظرم اولین محور شفافیت، ساخت شفافیت، ثبات تعریف دیگه که شما به قول آقای جانرانی بتونی اعتبارات یه دستگاه و یه چیزی رو بتونی بین سالا مقایسه کنی دیگه. اگه من هی تعریف رو به هم بزنم مقایسه پذیری از دست میره. دومی که من یادداشت کردم صحیح بودن پیش بینیه، یعنی ارقامی که داری تو بودجه میذاری ارقام واقعی باشن. من یادمه سالی که آقای دکتر جانرانی اینو به عنوان تعریف جلو خودشون البته نباید بگیم، ولی سالی که ایشون زحمت کشید در نگارش بودجه، ما داشتیم گزارش کارشناسی می‌نوشتیم، انتقاداتی داشتیم ولی اولین خط رو به عنوان نقاط مثبت نوشتیم، بودجه رو واقعی کرد سازمان برنامه بودجه. یعنی چی؟ یعنی ارقامی که توشه به اصطلاح ما میگیم آب داخلش خیلی نبود. یعنی مثلا نفت رو ننوشته 1,000,000 و مثلا 900,000 بشکه، در حالی که میدونیم و همه میدونن بیشتر از مثلا 1,700,000 بشکه 500,000 بشکه ما نخواهیم داشت. باورتون نمیشه، ولی سالهایی بود که بودجه مثلا یه سال مشخص من یادمه سال 1400 بله تقریبا همه میدونستیم که مثلا صادرات نفت ما بیشتر از 1.5 نخواهد بود. بودجه با 2.5 صادرات بسته شد. یعنی ما چنین در واقع بودجه‌های غیر واقعی داشتیم، از تولیدش نداشتیم انقدر. ولی وزارت نفت میگفت که خب اگر پول بدید من میتونم تولید بکنم. گفتیم خب باشه، پس بودجه دیگه اینطوری نوشته میشه، اگه پول برسه تولیدم مثلا افزایش بده. پس شفافیت، صحیح بودن پیش بینی خیلی مهمه. آقای دکتر خودشون اشاره کردن تطابق عملکرد و پیش بینی. اینم میشه محور سوم. قانون تصویب کردیم دیگه، آخر سال هر چقدر تطبیق عملکرد با قانون بیشتر باشه یعنی شفافیت بودجه بالاتره. الان این جابجایی، البته این موردی که شما گفتید برای من جدید بود ولی ما مثلا خیلی مجوزهای قانونی داریم یعنی کار غیر قانونی لزوما نیست. جابجایی بین ردیف اعتباری به دستگاهی دادیم کمه بین سال، بدون اینکه نیاز بهشون قانون اصلاح کنیم، از محل اختیارات سازمان میتونه جابجایی بین ردیف کنه و پول رو تامین کنه. اون درصدی هم که آقای دکتر میفرماین که جابجایی که اختیار سازمان برنامه هست یه سقفی داره، یه درصدی داره. آره ولی خوبه در عمل زیاد میشه. یعنی مثلا اینجوری بود که من یادمه، حالا سالشو بازم مطمئن نیستم، شاید مثلا 1399 بود، 1400 بود، یا حتی مثلا ما تو مثلا کمیسیون که بحث می‌کردیم، مسئول سازمان برنامه‌ای وقتی که از مدیران میانی، البته مثلا رئیس کمیسیون میگفت خب برای فلان موضوع شما اعتبار ندیدی که من نمیبینم، میگفت من تامینش میکنم. میگفت وقتی ندیدی چجوری تامین کنم؟ گفت فلان ردیف متفرقه میدم، مشکلی نداره. خب منظورم اینه که اختیارات جابجایی هم شاید تو اسکیل کل بودجه زیاد نباشه، ولی تو اسکیل اون بخشی از بودجه که قابل مدیریته، چون خیلی واقعا بخشی کمش قابل مدیریته دیگه. آره ما 1402 یه محدودیت خیلی جدی مجلس گذاشت روی جابجایی ها و گفتش که ردیف مصوب عمل کردش از خودش بین ردیف های مشابه مثلا یادم نیست درصدش 20% بیشتر نمیتونه تغییر کنه.
چطوری بود سال گذشته رو نگاه می‌کردید، مثلا ته سال رو نگاه می‌کردید، یه ردیف 100% تخصیص پیدا کرده بود، یه ردیف مثلا 70%، یه ردیف 60%، یه ردیف 120%. حتی مثلا 98 رو یادمه ما ردیفی داشتیم 120%، ردیفی داشتیم 70%. خب فرض کنید که مثلا حالا شما کارشناس اقتصادی، اصلا مثلا به عنوان حق مردم میخواید بدونید و اینا، خیلی مدام بود دیگه، رسانه‌ها میمدن تحلیل میکردن فلان دستگاه نهاد مثلا فرنگی اینقدر بودجه گرفته. من گفتم وایسید آخر سالش برید ببینید تخصیص چقدره. یکی دیگه که بودجه کم گرفته 120 میگیره، از این میزنه بالا، به این 70% بیشتر پول نوشته شده رو نمیدن. پس بنابراین این مقایسه ها و رشدها و اینا در زمان لایحه و قانون بودجه خیلیش اصلا کلا اشتباهه. پس این در واقع عدم تطابق عمل کرد با قانون یا بودجه مصوب هم یه محور مهمی در واقع از شفافیته.